سلام، شما خوبین؟ طرز تهیه پاستیل هندی توسط زعفر کله‌خر که امروز تریپ لشت جمع کرده و با ترکیب دمپایی لاپایی طرح جفتی ارز زندان باف مارک آدیداس و دامن جذب ثروت و پیرن کارمندی تارشونه و لنگ کارواش که آغدایی رو روی دبه ترشی نهاده که پاستیل قلبی و نوشابه‌ای رو روانه بازار کنه. بعد از اضافه کردن لای آلوورا بهش کتیرا و ژل آتوسا رو اعمال میکنه و رنگ انهشت بنفش یواش رو که ساخت خودش رو ترکیب میکنه. بعد مقداری دکلورو و اکسیدان و شکلات صبحانه و پودر آویشن اضافه میکنه که عزیزان دقت داشته باشن نسبت اکسیدان به رنگ باید 2:1 باشه. بعد از اعمال فرمولاسیون پاستیل بهش آب کف کولر که توش پنیر پیتزا ریختن و فرتیخ طوری شده رو میتپونه و دقت کنید که مواد باید خوب هم بخوره و بیش از یه سس داخل خروجی رو اصلا زعفر کله‌خر پیشنهاد نمیکنه. از وقتی شهرداری بمبئی تصمیم گرفته برای زیبا سازی شهر زعفر رو از سطح شهر جمع کنه، لیواناشو میشوره و با آهنگ اوفش 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 برای یکسانسازی مواد تلاش میکنه. از این نوع پاستیل در مراسماتی اهم از ولنتاین، جشن تولد، زنان و زایمان، مامایی، فیزیوتراپی و سیسمونی استفاده میشه که همونطور که غلیظت مواد رو مشاهده میکنید همین غلیظت اونی که میخوره با رنگ دیگه هنگام خروجی مشاهده میکنه. نوش جان بمبئی.